دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امروز شما را به یکی از رویدادهای برجسته و مهم فرهنگی جامعه هزارگی در اروپا میبریم. چهارمین جشنواره دنبوری سلسال. این جشنواره در تاریخ 13 سپتامبر در سالن مجلل کنسرت و کنگره شهر اوپسالای سویدن برگزار شد و میزبان بیش از 15 هنرمند از کشورهای مختلف بود. ششتی بری گل خمار تا کی ساقی ساقی جان پیاله پر می ششتی بری گل خمار تا کی چه کردی ای نگار من چه کردی به چشم اشکبار من چه کردی دل خود را به دستت داده بودم به جان بیقرار من چه کردی ساقی ساقی جان پیاله پر می ششتی بری گل خمار تا کی ساقی ساقی جان پیاله پر می ششتی بری گل خمار تا کی ساقی ساقی جان پیاله پر می ششتی بری گل خمار تا کی اتحادیه سلسال به عنوان برگزار کننده این رویداد با هدف معرفی بهتر فرهنگ و موسیقی هزارگی فضای فراهم کرده است تا هنرمندان بتوانند هنر خود را به نمایش بگذارند. چنین برنامه‌های نه تنها شادی و همدلی ایجاد می‌کنند بلکه نسل جوان و دنبوره‌نوازان را تشویق می‌کنند تا آثار تازه خلق کنند و موسیقی اصیل هزارگی را زنده نگه دارند. آزره دیگه به سود بامیو نکنیم اتحاد قمارم میدن بیرو نکنیم اتحاد قمارم میدن جاغور غزنی و دای زنگین ملک شیخ علی جاغور غزنی و دای زنگین ملک شیخ علی دیگه ورس دو دای کنجی و ترکمان نکنیم دیگه دای زنگین دیگه ورس دو دای زنگین و ترکمان نکنیم هنرمندان از استرالیا، آمریکا و کشورهای اروپایی در این جشنواره حضور داشتند.
و شرکت کنندگان با استقبال پرشور خود نشان دادند که این نوع برنامه‌ها می‌تواند نقش مهمی در همبستگی فرهنگی و اجتماعی جامعه مهاجر ایفا کنند. دنبوره یک از آلات بسیار محروم در افغانستان به شمار میره که تا حالایی که امروز در این جشنواره شما شاهد برگزاری این جشنواره هستید. به هر حال دنبوره یک آله موسیقی محروم بوده و همیشه ما گفتیم و شنیدیم. دنبوره روزگار به عنوان سنگر مقاومت بوده. دنبوره در طول تاریخ روایتگر تاریخ مظلومیت مردم ما بوده و دنبوره در روزگاری که ما رسانه نداشتیم، صدا نداشتیم، آمده صدای مردم ما بوده و به یک حنجره و یک رسانه تبدیل شده و امروزه دنبوره این قدرت و این ظرفیت را داره که حدودی بیش از 500 نفر، بیش از 600 نفر را در زیر یک سقف از کشورهای مختلف زیر یک سقف جمع بکنند و این از قدرت و ظرفیت دنبوره هست. و من فکر میکنم که دنبوره این ظرفیت را داره که در استیج‌های بزرگ و در صحنه‌های بزرگ اجرا شود و با برگزاری چنین جشنواره‌ها من فکر میکنم که دیگر دنبوره محروم نیست، به خاطر از اینکه ما آوردیم دنبوره را در مجلل‌ترین سالن کنسرت کنگره دنیا جشنواره دنبوره را برگزار میکنیم و با تشویق و با حمایت شما و با اجرای زیبای هنرمندان ما دیگه من فکر میکنم که دنبوره محروم نیست، بلکه دنبوره به یک افتخار تبدیل شده. این جشنواره یادآور آن است که موسیقی پلی است که گذشته و آینده را به هم پیوند می دهد و دلها را در لحظه مشترک به هم نزدیک می کند. بخوانیم تا بیتاب نور خورشید، کنیم تجلیل جشن نور با هم، کنیم تجلیل جشن نور با هم، من و گلچهره با هم، خط دنبوره با هم، من و گلچهره با هم، خط دنبوره با هم، من و گلچهره و دنبوره با هم، من و گلچهره و دنبوره با هم. در و دیوار خانه پکشی از تو، قلم از ما فقط دنبوره از ما. در و دیوار خانه پکشی از تو، قلم از ما فقط دنبوره از ما. زر و زور زمان پکشی از تو، نگار مکتب گلچهره از ما. زر و زور زمان پکشی از تو، نگار مکتب گلچهره از ما. علی گلچهره از ما، فقط دنبوره از ما.
علي گلچیره از مو فقط دنبوره از مو علي گلچیره و 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 دنبوره از